سلام و درود دوستان عزیز ما. من طولی 4 روز در همین نوحه مسجد ما میجنرانی بوکس میشد. مهمونا از هر گوشه و کناری دنیا میآیند. بس کم ازبکستان، قرقیزستان، یعنی بچه‌هامش بچه ازبکستان، قرقیزا هم هستن و روس‌ها هم هستن. از همین رو سر کرده ساعته بفکرم 5 یا 6 بگوهی در میدان ورزشی نوحه مسجد بازی میشد. من همش خدا دعوت همین اشخانه رو زیاده کند که همه جابجا کرده مهمانداری کرده استادم. من دوستان بی‌طرف نباشید، بیاید برای دستگیری، چون ما مردم مسجد مردم مهمان دوست هستیم. مهمان دوستی خود ما را نشان دهیم و یک سعی تلاش کنیم حرکت مهمانا را دلشان نه آزاریم، چون یک خاطری خوب از همین مردم مسجد ما گیرن برای خود. نه نشود اینکه گویم مثلا ماشین دست گفته مردم چی گوییم به حرمتی نگویم، چون مهمان هستن مهمانا رو مهمان نوازی باید کرد. همون خاطر به حرکت کنیم دلشان نه آزارد، چون تقریبا 4 روز در همین حدود نوحه مسجد مهمانا را میبینیم. ما خلاصه همش جوان هستن. با خدا خواهد اینفرماسیون پرش من برای شما یک نوار کرده میمونم انشاءالله. اینکه مقصد با کدوم مناسبتی بازی شده ایستاده است، این چیزا رو خدا خواهد برای شما گفته میگذارم دوستان. و خدا یار و مددگار و خداوند همه را نگهدارش. همش هم خیلی مسابقه میجنران در همین منطقه ما هم شد و مردم ما یک نامشون خلاصه چی گویم، خلاصه مردم ما را به همین سپورت و به همین چیزها مشغول شود. خدا یار و مددگار.